درود دوستان، خیلی خبری خوش. نورالله الیف 22 نوامبر در قطر در دوحه بر ضد ورزشگری انگلیستانی شکومروک مسابقه خواهد کرد. این تقریبا کمتر بعد از یک ماه آخر ماه نوامبر و دوستان خاطر رسان میکنم که شکومروک هم در یک ورزشگاه در یک باشگاه با پدی پیمبلت ورزش میکنند. آنها دوست هستند، یک وزن در مسابقه میکنند و فکر که نورالله الیف پدی پیمبلت هم و مسابقه دعوت کرده بود که من میخواهم با تو جنگ کنم. و آخرین بار پدی پیمبلت ایلیا تاپوریا رو در اکتاگون بعدی آخرین جنگ ایلیا تاپوریا داخلی اکتاگون شد و ایلیا تاپوریا رو به جنگ دعوت کرده بود. اگر نورالله الیف شکومروک رو شکست دهد، ما باوری داریم که نورالله الیف میتونه که با پدی پیمبلت جنگ کنه، چون که اونها هر دوش از یک ورزشگاه هستند و همدیگر رو خوب میشناسند و ما اگر که نورالله الیف با آسانی او رو شکست دهد 100% میتونه که با پدی پیمبلت جنگ کنه. دوستان فکری خود رو در کامنتاری ها نویسید و با یک سوال من جواب دهید که چرا نورالله الیف کم جنگ میکنه. وقتی آخرین بار با فیلم یک سال پیش جنگ کرده بود. همین رو با کدومی که میدونه در کامنتاری ها بنویسید و دعا کنید که نورالله الیف 22 نوامبر بر ضد شکومروک دست بالا شود و مردم تاجیکستان رو خرسند کند و ما باوری داریم که نورالله الیف قهرمان یو اف سی میشود، برای که من آخرین تمرین های او رو دیدم، راستا خیلی خوب شده است، بوکسش به درجه عالی شده است و ما میدونیم که نورالله الیف والنی گوشتنی طرزی آزاد مشق میکند و خیلی در پرتیرم موفق است. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. 22 نوامبر نورالله الیف شکومروک در دوحه قطر. خدا یار و یاورتون باد.